روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط رویدادها را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی منظور شما میکنیم. 18 مفتش دادستانی ناآرامی‌های اخیر در ولایت مختار کوهستان بدخشان را تحقیق میکنند. دادگاه مسکو قرار اخراج گروهی از مهاجران تاجیک را صادر کرد. مهلت سپاریدن تست برای سفر بر روسیه 2 روز شد و یک تاجیک در کره جنوبی شهروند افتخاری گردید. اعضای گروه کاری مشترک تفتیشات رویدادهای اخیر بدخشان میگویند فعلا گروه کاری 18 نفره مفتشان دادستانی کل و اعضای جامعه شهروندی به تشخیص سلاح گلبودین زیابکوف مشغول میباشند. آنها تحقیق خواهند کرد که تا کجا تپانچه به گلبودین تعلق دارد. گلبودین زیابکوف ساکن 29 ساله رشد قلعه روز 25 نوامبر در یک عملیات مقامات انتظامی در دهه تودیم کشته شد. این حادثه باعث اعتراض 4 روزه در خاروخ شد. مقامات گفتند او به گروگانگیری و برانگیختن محلگرایی عیبدار میشد و هنگام بازداشت به سوی نظامیان تیر کوشید. پیوندانش سلاح داشتن او را رد میکنند. حالا هیئت گروه کاری به پرسش شاهدان مشغول میباشند و به قول اعضای آن تفتیشات رویدادهای بدخشان تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد کرد. بختاور بختیارов عضو گروه کاری از جامعه شهروندی بدخشان روز 8 دکبر به رادیو آزادی گفت جریان تفتیشات شفاف ادامه دارد و حالا ادعای مقامات انتظامی که هنگام بازداشت زیابکوف از سلاح استفاده کرده است یعنی تشخیص می شود. مفتشان دادستانی کل با در نظر داشت خلل نیفتادن به جریان تفتیشات حادثه را شرح ندادند، ولی یک نفری که با مفتشان تماس دارد گفت که ایزی انگشت گلبودین در سلاح ثابت شده است. یک مقام دیگری نزدیک به تفتیشات گفت حالا مقامات نیت دارند که تیرپرانی به سوی تظاهرگران نیز تحقیق شود. او گفت که حالا 5 اتوماتی که اعتراضگران از مقامات گرفته بودند برگردانیده شده است. اعتراض ساکنان در خاروخ در پی این حادثه پس از 4 روز 28 نوامبر به پایان رسید. فعالان جامعه گفتند حکومت بدخشان شرطهای آنها را پذیرفت. آنها طلب داشتند که عاملان مرگ گلبودین جزا داده شود، اینترنت دوباره در ولایت دسترس شود و اعتراضگران تعقیب نشوند. حالا ساکنان شکایت دارند که هنوز دسترسی به اینترنت درست برای ماندن نشده است. امروز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن میزبان نشست سران کشورهای عالم به نام سمیت دموکراتیا را بر دوش خواهد داشت. در این ملاقات 2 روزه مجازی و آنلاینی رهبران 110 کشور عالم شرکت خواهند کرد. قصر سفید میگوید پرزیدنت بایدن مجلس را افتتاح نموده ابراز خواهد داشت که صرف نظر از توسعه حکومت‌های خودکامه هنوز هم دموکراتیا قادر است رشد عالم را راهنمایی کند. چین و روسیه که به قول بایدن 2 کشور اساسی خودکامه هستند به این نشست دعوت نشده‌اند. دادگاه در مسکو روز 8 دکبر قرار اخراج 6 مهاجر تاجیک را صادر کرد. این مهاجران برای اخراج به تاجیکستان به بازداشتگاه موقتی فرستاده شدند. نوروز یک تن از مهاجران بازداشت شده بر رادیو آزادی گفت که آنها را هنگام به کار رفتن در درآمدگاه مترو بازداشت کردند و بعداً به دادگاه بردند. پلیس روسیه آنها را با آن متهم کرده است که گویا سند استقامتشان نادرست است. به گفته مهاجران آنها در انتظار پرواز به تاجیکستان هستند. قبلا خدمات مهاجرت تاجیکستان به مهاجران هشدار داده بود که سندهای ثبت جای زیستشان را درست کنند و آن جای خود را ثبت نام کنند که واقعا زندگی میکنند. بسیاری از مهاجران خود را در دیگر جای ثبت نام کردند ولی در دیگر مکان زندگی میکنند. قانونهای روسیه این را جنایت حساب میکند. فعالان حقوق مهاجران مقامات روسیه را نیز انتقاد میکنند که نسبت به مهاجران بی‌رحمانه رفتار میکنند و شرایط درست کاری برایشان فراهم نمیکنند. حدود 1 میلیون نفر از تاجیکستان در روسیه مهاجرند. همه ساله هزاران مهاجر از روسیه اخراج میشوند. بر اساس آخرین حسابها بیش از 200,000 شهروندان تاجیکستان به مهلت‌های گوناگون حق ورود بر روسیه را ندارند. مهلت آزمایش کووید 19 یا PCR تست در روسیه از 72 ساعت به 48 ساعت پایان آورده شده است. اکنون مهاجرانی که بر روسیه سفر میکنند باید سند آزمایشی داشته باشند که 48 ساعت پیش گرفته شده است. مقامات روسیه گفتند که این به خاطر جلوگیری از پنجشوی ویروس نوی اومیکرون گرفته شده است. آنا پاپووا رئیس روسپاتربنادزور روسیه بر رسانه‌ها گفته است روسیه برای جلوگیری از اومیکرون مرزهایش را نمیبندد ولی مهلت آزمایش
آزمایش تست کووید 19 را کوتاه‌تر می‌کند. این قرار از 7 دکبر قبول شده است و حالا افرادی که نتیجه‌های آزمایش تست کووید 19 شون از 48 ساعت گذشته است به خاک روسیه راه نمی‌یابند. در روسیه گرفتاری به کرونا ویروس افزایش یافته است و چند ماه اخیر روزی تا 1000 نفر بر اثر سرایت به این ویروس می‌فوتند. از آغاز پاندمی تا کنون نزدیک 300,000 نفر در روسیه از این ویروس فوتیدند. رئیس شورای حقوق بشر نزد پرزیدنت روسیه نوشتجات تاجیکی متروهای روسیه را تنقید کرده است. والری فادیوف رئیس این شورا گفته است که در این خصوص به او شهروندان شکایت کردند. او از سرگئی سابیانی رئیس شهر مسکو خواسته است که این موضوع را شرح دهد. راهنماها با زبان تاجیکی و ازبکی ماه سپتامبر امسال در ایستگاه 2 متروی مسکو پیدا شد که مهاجران از آن طریق به مرکز مهاجرت می‌روند. این مقامدار روس این اقدام را تنقید کرده گفته است که به جای راه اندازی سیاست همگیرایی مهاجران ما با آنهایی که زبان روسی را نمی‌دانند شرایط فراهم می‌آوریم. او اشاره کرده است که گویا این اقدام خلاف قانون درباره زبان دولتی روسیه است. قبلا مهاجران از این نوشتجات اظهار خوشحالی کرده بودند که مقامات روس به خاطر احترام به آنها چنین کاری انجام داده است. سازمان‌های بین‌المللی سطح ملت بدبینی در روسیه را بلند می‌دانند. در ازبکستان تصمیم دارند که کنستیتوسیای این کشور را عوض کنند. لایحه نوی کنستیتوسیای ازبکستان سال 2022 در عرفه 30مین سالگرد این سند تهیه و قبول کرده می شود. در این باره پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در پیام تبریکاتی خود بخشیده به 29مین سالگرد قبول کنستیتوسیای این کشور خبر داد. با گفته میرزیویف زمانی رسیده است که باید به سرقانون ازبکستان تغییرات ها وارد شود. او گفته است که این تغییر به بهبود زندگی مردم کشور روانه شده است. منتقدان میگویند احتمال با این راه شوکت میرزیویف پایه‌های حکومتداری خود را تقویت بخشد. شوکت میرزیویف درباره تغییر سرقانون ازبکستان باری نخست ماه گذشته بعد دوباره پرزیدنت این کشور اعلام شدنش صحبت کرده بود. او 6 نوامبر در مراسم سوگند یادکنیش گفت کنستیتوسیای ازبکستان باید بهتر کرده شود. شرکت انرژی قرقیزستان تصدیق کرد که این کشور در موسم تابستان برای کشاورزان قزاقستان از آب انبار تاختگل آب الهوگی جدا کرده است. با آگاهی شرکت این اقدام در دایره تبادل نیروی برق میان قزاقستان و قرقیزستان صورت گرفته است. قرقیزستان تابستان به قزاقستان آب داده است و قزاقستان در عوض در زمستان به قرقیزستان برق می‌دهد. بر اساس سازشنامه قزاقستان در عموم به قرقیزستان 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر می‌کند و قرقیزستان تا سال 2023 از ماه یون تا ماه اوگوست این برق را برمیگرداند. منبع افزوده است که قزاقستان تا 8 دکبر سال روان به قرقیزستان 616.4 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. سروزیر قزاقستان اسکر مامین 7 دکبر گفته بود که قرقیزستان در موسم تابستان به این کشور آب الهوگی داده است. احرار باقیف رئیس شورای خارجیان مقیم شهر سئول همراه با 8 خارجی دیگر به مقام شهروند افتخاری پایتخت کره جنوبی سزاوار دانسته شد. حکومت شهر سئول در سال 1958 جایزه شهروند افتخاری جاری نموده در این مدت به 891 خارجی چنین عنوان تقدیم کرده است که همچون نشانه سهم اعتراف این فرد در رشد کره جنوبی و به ویژه پایتخت این کشور است. امسال در قطار باقیف یک مجری برنامه‌های تلویزیونی زاده استریا، یک آوازخوان زاده کامرون، راهب کاتولیک زاده ایتالیا و چند تن دیگر شهروند افتخاری سئول شدند که هر یک سالهای طولانی در رشد و آبادانی پایتخت کره جنوبی نقش داشتند. تفصیلات خبر را در سامانه رادیوی آزادی پیگیری کنید. بانک ملی تاجیکستان اعلام کرد که امروز 9 دکبر قرب $1 برابر به 11 سامانی و 29 درم، 1 یورو به 12 سامانی و 74 درم مقرر شده است. قرب روبل روسی به 152 سامانی و 27 درم تبادل می شود. بینندگان عزیز، 10 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. خبرهای دیگر را در برنامه اخباری آزادی پیشکشی شما خواهیم کرد. برایتان روزی با قرار می خواهیم.